آمادگی مؤسسه‌های معارف و تندرستی و دوره تیر ماه زمستان سالهای 2025 و 2026 از مسائل محسوم بود که مورد توجه حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت در محل قرار دارد. در ناحیه ظفرآباد نیز با مبلغ گذاری از بودجه ولایت و ناحیه مؤسسه‌های تندرستی به مانند بیمارخانه مرکزی، بیمارخانه منطقوی، شبکه کمک اولیه طبی و سانیتری، مرکز و خانه‌های سلامتی و امثال آن به زمستان در پیش ایستاده آمادگی دیدند. طوری که ذکر گردید برابر ذخیره حجم کافی هیزم و انگشت و دیگر مواد سوخت در تعمیر و ترمیم بنا و اتاق‌های معالجوی و شعبه‌های بیمارخانه کارهای نظررس به انجام رسانیده شدند. بیمارخانه مرکزی ناحیه ظفرآباد از 11 شعبه طبابتی عبارت بوده. سالهای آخر رشد ساحه تندرستی در بیمارخانه مرکزی ناحیه ظفرآباد عموما در سیستم تندرستی ناحیه ظفرآباد رشد ساحه تندرستی با مرام ادامه دارد. در بیمارخانه ما باشد سالهای آخر واردشوی تجهیزات‌های طبی با مرام ادامه دارد. تجهیزات‌های طبی وارد کرده شده، عموما دستگاه رقمی رنگینی و دیگر تجهیزات‌های حاضرزمان وارد کرده شده ایستادند. اکثریت شعبه‌ها از تعمیر اساسی برآورده شدند. امروزها شعبه بچگانه در عرفه پره از تعمیر پره برآورده شده ایستاده است. ما با باوری کامل گفتم میتوانیم که زمستانگذرانی در حالت خوب قرار دارد. تیاری به زمستانگذرانی خوب برآمده شده ایستاده است. همزمان آمادگی ها به دوره تیر ماه زمستان سالهای 2025 و 2026 در مؤسسه های معارف ناحیه از گفت مسئولین به آخر رسیده. در برابر تعمیر و ترمیم بنا و صنفخانه ها حجم کافی هیزم و انگشت و دیگر مواد سوخت ذخیره کرده شده است. این نکته ضمن بازدید انتخابی از 2 عدد مؤسسه تعلیمی ناحیه تصدیق خود را یافت. چنانچه سال جاری مؤسسه تحصیلات همگانی رقم 4 اساساً با کمک و دستگیری صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه از تعمیر خوش‌صفت برآورده شده. با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ذخیره کافی هیزم و انگشت عملی کرده شده است. مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 4 به سال خانشی نو آماده می باشند. مینداری خود را پیش از همه به اساس دور صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت میرسانند که به نسبت ما معارفچیان غمخواری میکنند و به تعمیر کلی برآوردن اینه که کمیته پدر و مادران و شخصانی که سواد پیشه و شخصانی که در مهاجرت مهنتی در فدراسیون روسیه سهمگذار شدند و مؤسسه و تعمیر کلی برآورده شدند و برای سال خانشی نو آماده می باشند. همچنین به زمستانگذرانی مؤسسه آمادگی بلند دیده است. 12 تانه انگیش ذخیره کرده شده است. 8 کوب هیزم آماده کرده شده است. پیچکه هایی که قبوری همش آماده است، شیشه بندی کرده شدن از حساب کمیته پدر و مادران، از حساب والدین، از حساب صاحبکاران و مؤسسه قریب که تمام کورپس کلان از شیشه بندی برآورده شدن، یعنی که تریزه های پلاستیکی شنانیده شدن و ما برای زمستانگذرانی آماده هستیم. سطح آمادگی به سال خانش و تیر ماه زمستانی در پیش ایستاده در گیمنازیه رقم 1 نیز خوب ارزیابی گردید. در این گیمنازیه بیش از 500 نفر خوانندگان بالای قد به تحصیل فرا گرفته شده. حجم کافی انگشت و هیزم ذخیره و بنای صنفخانه ها از تعمیر خوش‌صفت برآورده شده است. مسئله با تشبث بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت در سمت معارف دستگیری‌های زیاد و دستگیری‌های بی‌نهایت خوب رفته است. از جمله آنها همین 30% بلندشوی مزد معاش از 1 سپتامبر سال 2025 می باشد. این زمان در گیمنازیای ما 35 نفر آموزگاران به کار تعلیم و تربیت مشغول می باشند. آمادگی مؤسسه تعلیمی در موسم تیر ماه زمستان بسیار خوب می باشد. با این مقصد در مؤسسه 16 پیچکه‌های علاوه نصب کرده می شوند. از همین خاطر این زمان در انبار مؤسسه تعلیمی 12 تانه انگشت و 10 کوب هیزم پره ذخیره کرده شده است و مؤسسه تعلیمی برای گذراندن زمستان سال تحصیلی 2025-2026 یگان خیلی احتیاجات ندارد. طبق اطلاع مسئولین ساحه امروز همه مؤسسه های معارف ناحیه ظفرآباد به سال خانش نو
و دوره تیرماه زمستان سالهای 2025-2026 به پردگی تیار کرده شده. همه آموزگاران با روحیه بلند به استقبال طالب علمان آماده‌اند.